بریم سراغ سحر پاشیدنی، همون که گفتم در خونت میان یه چیزی میندازن میریزن در خونه. گفتیم برای تقویت و شارژ شدن سحرهایی هست که تو خونه انجام شده. ماهی یه بار اول ماه قمری که شد میان در خونت رو شارژ میکنن میرن. حالا کی میاد در خونه شما؟ اون کسی که خونه شما رو بلده، پس خیلی آشناست. چند تا نشونه داره. یک، سوختن مداوم لامپ‌های جلوی ورودی منزل. افراد هم تو خونه مرتباً پادرد و گرمای شدید تو کف پاهاشون شبها احساس میکنن. سوم، عصبانی شدن به محض ورود در منزل. علامت بعدی، بعضی از ساعات تو روز یه بوی گندیدگی و بوی بدی از تو خونه استشمام میکنه. علامت بعدی، سردرد مشترک بین اعضای خانواده. علامت بعدی، کم شدن رفت و آمدها به اون منزله. علامت بعدی، حس میکنه میگه چقدر توی خونه چیه؟ سنگینه. از در خونه که میره بیرون میگه آخیش انگار آزاد شده از قفس. به محضی که پاش میذاره تو خونه دوباره دلش میگیره. اینا سحر انجام شده برای خونه. هم برای مکان سحر انجام شده، هم برای افراد داخل اون خونه. خیلی خطرناکه. قدیمی‌ها یادتون میاد صبح بین الطلوعین در خونه ها رو میومدن آب و جارو میکردن، ولی خب شستنش باید با یه سری قوانین باشه که بهتون میگم ان شاءالله. موقعی که ما میخوایم وارد بشیم توی منزلی، منزل خودمونم هست و از عوارض این سحر پاشیدنی میخوایم در امان بمونیم. گفتیم کدوم آیه باید خونده بشه؟ آفرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سوره مبارکه اسراء.